بزرگترین ابرقهرمان دنیا اینجاست. اگه گفتید اون کیه؟ بریم که بریم. اون چیه که هر روز بخورید هرگز ازش سیر نمیشید؟ خب همه ما پسرها که هممون جوابمون یه چیزه. معلومه چیه دیگه. سیب. اگه شما هم یاد اون عکس معروف افتادید، برید توبه کنید. من که نمیدونم کدوم عکس معروف هست. ما دخترها پشتمون رو به پسرها هیچ وقت نمیدیم 100%. چی شد؟ چی گفت؟ ها؟ چی شد؟ ها؟ ごきげんよう。圧倒的顔面で世界一可愛いキャニオンです。よろしくお願いします。ごきげんよう。体の 73% は足で نمیفهمم داره چی میگه ولی キャノンです。世界一可愛いプリンセスです。よろしくお願いします。そうだよね。私のことなんて誰も興味ないよね。みんな消えちゃえばいいんだ。私と釣り合う男なんて چند نفر از شما دوست よろしくお داشتید 願いしま با す。 این خانم محترم ازدواج بکنید؟ چند نفرتون آرزو داشتید؟ از 10 نفر 11 نفرتون نگید نه. خود من 11میم. تیپشم صورتیه. صورتیه. دخترها تو اینستاگرام. آره واقعا جدی میگم. جدی میگم. واقعا جدا واقعا نه. چرا واقعا شما دخترها اینجوری عکس میگیرید ها؟ 2 تا چشمم رو باسنتون بذارید دیگه. واقعا چرا؟ چرا اینجوری عکس میگیرید؟ جوابش مشخصه دیگه. چرا دیگه الکی سوال میپرسید؟ چرا؟ روزای معمولی و تنها تو خونه. اگه گفتی فرقشون اینا چیه؟ پسرا اینو خودتون تو کامنت ها بگید. همه که پروفشنالید دیگه. همه نگید. نه همتون خب هر کس که گیه این میمو نمیتونه ببینه. خیلی هم خنده داره. مگه نه؟ خنده داره؟ ولی مفهوم عمیقی هم پشتش هستش. میدونید دیگه. هیچ وقت یه کتاب رو از جلدش قضاوت مقایسه نکنید. الان زیر چیزهای خوبی میاد بیرون. اسکول شدید رفت. چرا اینقدر حولید ها؟ فکر میکردی چی از زیرش میخواد در بیاد؟ من که میدونستم.
کاملا مشخص بود. خب اینم از ویدیو امروزمون که بسیار آموزنده بود. من یه استادیم که هر روز چیزهای جدیدی به شما یاد میدم. خب این از فیلم سوم من که افتضاح بود، صداشو در نیارید، خیلی فیلم بعدی بود میدونم. پول لازم داشتم دیگه، همه شما یه دوره‌ای به خاطر پول خیلی کارا کرده بودید. چرا؟ خب من رفتم